آقای مرادی با لحنی کوبنده میگه دانیال، از اول این زنگ تمام حواست پرت بود. همه جا رو به هم ریختی. بعدانم داری با این نگاهت تمرکز من رو به هم میزنی. دانیال آرام از جایش بلند میشود. همه ساکت میشوند. آقای مرادی میگه چی شد؟ چرا وایسادی؟ برو سر جات بشین. دانیال میگه من جایی نمیرم آقای مرادی. آقای مرادی میگه داری با من بحث میکنی؟ همین الان بهت گفتم برو بشین. دانیال میگه من اومدم اینجا که ترازوی عدالت رو بالانس کنم. آقای مرادی پوزخند میزنه و میگه ترازوی عدالت؟ کلاس من که ترازو نداره. حواس پرتی رو ول کن و بشین سر جات. دانیال چند ثانیه مکث میکنه و میگه ترازو توی ذهن همه ماست. یه طرفش حرفای منطقی و حقایق هست. طرف دیگهش غرور و حرفای ناحق شماست. دانیال کمی جلو میاد و میگه و من امروز اومدم که وزن سنگین‌تر رو به همه نشون بدم. معلومه که طرف شما سنگین‌تر شده.